دلتنگی بعد از این جدایی داره و پشیمون هست یا خوشحال از این جدایی. سلام عزیزای دلم، مرسی که هستید. لطفاً کانالم رو سابسکرایب بفرمایید تا همیشه کنارمون بمونید تو این کانال آرامش فال و حتما لایک تو بزن، انرژی توی این کارت ها بیفته که بتونی پاسخی که میخوای رو دریافت بکنی. هر این چیزی که پنهانه براتون آشکار بشه. ببینیم که این شخص دلتنگی نسبت به شما داره، حتی تصمیمش رو داره که به سمت شما حرکت بکنه. فکر میکنه آدمی هستی که بیخیالی و توی آرامش آسایش داری سر میکنی و اصلا به فکرش نیستی، در صورتی که این شخص عاشقانه شما رو دوستتون داره و خیلی داره بهتون فکر میکنه. حتی بعضی اوقات فکر میکنه نکنه که داری بهش خیانت میکنی، سرگرم خیانتی که به سمتش نمیری و این موضوع اعصاب و روانش رو کاملا آشفته میکنه و به هم میریزه. برای شما دارم میبینم که خیلی شلوغی این روزها توی رابطتون اتفاق افتاده، یعنی قهر، آشتی، حرف، حدیث، خیلی این مدلی میبینم. ولی خب اگر تو خواهان این هستی که این شخص حتما 100% با تو ازدواج بکنه، اگر این کار کرد میمونی، اگر نکرد تموم میکنی، میخوام بهتون بگم این شخص داره به این موضوع فکر میکنه. اما بعضی اوقات انقدر اعصابش خورد میشه چون میدونه شدنی نیست، اصلا میگه یه تیر به شما، یه تیر به خودش بزنه، خلاص میخواد که یه جورایی همه چی رو تموم کنه. اگه قرار زنده بمونید با هم، اگه قرار بمیرید دور از جونتون با هم. این شخص سرکتاب و اینجور مسائل هم نگاه میکنه، جایگاه شما رو خیلی خالی میبینه توی زندگی خودش و دوست داره که سریعتر این آشتی اتفاق بیفته. خیلی به سختی اما در نهایت این شخص به سمت شما دوست داره قدم برداره، ذهنش درگیر شماست، شما رو نردبون ترقی خودش میدونه. ولی یه جورایی یا خودت یا شخص مقابلت کارایی داری انجام میدی که در نهایتش یه جوری اتفاقات قشنگ و خوشگل قراره براتون بیفته. اتفاقاتی براتون خواهد افتاد که شاید خودت فکرش رو نمی‌کردی. این اتفاقات یه جورایی کارت رستاخیز دیگه، قراره که اتفاقاتی که مثل معجزه باشه براتون بیفته، بهترین ها براتون رقم بخوره. و مرسی که هستید، مرسی که سابسکرایب کردید، مرسی که نظرتون رو گذاشتید، لایک زدنتون رو فراموشتون نشه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.